دانش جنگاوری یه چیزه و جنگاورانه زندگی کردن چیز دیگر. بخش دوم، مبارزه با مقاومت، حرفه‌ای شدن. دانش جنگاوری یه چیزه و جنگاورانه زندگی کردن چیز دیگر. تلامون از آکاردیا، سربازی از قرن 5 پیش از میلاد. حرفه‌ای ها و تازه کارها. هنرمندان جویای نام که مقاومت آنها را ناکام کرده، همگی در یک خصلت مشابهند. آنها مثل تازه کارها فکر می‌کنند. هنوز حرفه‌ای نشده‌اند. لحظه حرفه‌ای شدن هنرمند مانند تولد نخستین فرزند نقطه عطفی در زندگی است. همه چیز با یک ضربه دگرگون می شود. می توانم با اطمینان بگویم زندگی من به 2 دوره مشخص تقسیم می شود: پیش از حرفه‌ای شدن و پس از آن. باید توضیح بدهم منظورم از حرفه‌ای پزشکا یا وکلا نیستند. آنها طبقه حرفه‌ای هستند. منظور من از حرفه‌ای کمال مطلوب است. حرفه‌ای در برابر تازه کار. به این تفاوت‌ها توجه کنید. تازه کار برای سرگرم شدن کار می کند، حرفه‌ای برای معاش. تازه کار را در درجه دوم می گذارد، حرفه‌ای آن را وظیفه می داند. تازه کار نیمه وقت کار می کند، حرفه‌ای تمام وقت. تازه کار جنگجوی آخر هفته است، حرفه‌ای 7 روز هفته آماده جنگ است. واژه تازه کار از ریشه لاتین به معنی دوست داشتن می آید، آماتور. تفسیر متعارف این است که تازه کار حرفه‌اش را از سر عشق دنبال می کند، در حالی که حرفه‌ای به دنبال درآمد است. می توان جور دیگری هم به موضوع نگاه کرد. به نظر من تازه کار به اندازه کافی بازی را دوست ندارد. اگر دوست داشت آن را به صورت کار جانبی و جدا از وظیفه واقعیش دنبال نمی کرد. حرفه‌ای آنقدر کارش را دوست دارد که زندگی خود را وقف آن می کند. منظورم از حرفه‌ای شدن همین است. مقاومت از حرفه‌ای شدن ما متنفر است. مثالی از یک آدم حرفه‌ای که در قسمت بعدی به سم و نظرتون خواهد رسید. اینجا یوتیوب کلاسیکو. من مهابادم.